الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم قرآن بشيوي أسان در جلسي چاردهم شمار خوش آمدید میگویم. الله جل وعلا شانه به همه عزیزان ما صحت و عافیت نصیب فرماید و مشکلات همه ما شما را حل فرماید. در این جلسه انشاءالله ما شما سورة العصر را میخوانیم، معنی و مفهوم سورة العصر و درس هایی که به ما سوره مبارکه داره با هم شریک میسازیم و در بخش قواعد دو باب، در قالب دو باب ضرب يضرب وسمع يسمع، تمرین مضارع افعال قرآنی که به ابواب در قرآن کریم وارد شده تمرین میکنیم انشاءالله و نکات تربیتی هم با هم داریم انشاءالله. در این جلسه ما شما انشاءالله 18 کلمه جدید را یاد میگیریم که او در قرآن کریم از 4400 بار بیشتر آمده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. دی دو ساکن کی یک جای میں شباز مردم دی غلطی میکنه، والعصر میخونه، والعصر صبر میتر دو ساکن امی قسم خوانده میشه. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. این سوره هم از سوره های مختصری است که عموما مردم میره به خاطر اختصار در نمازها میخوان، میگه که زود زود نماز تکمیل شوه و رکعت چی شوه. لیکن این سوره مبارکه از جمله سوره های مختصر مگر بسیار جامع و پرمحتوا است. در جامعیت او در مورد او از امام شافعی رحمت الله علیه یک قول نقل شده و آنها می فرمایند اگر مردم فقط به مضامین همین یک سورت غور و تدبر بکنن برای هدایتشان کفایت میکنه. همین یک سورت به این اختصارش. و شما می فهمیم که امام شافعی صاحب او چه قسم یک انسانی بود. یعنی این سوره مبارکه آن قدر اهم هست که یکی از صحابه عبدالله ابن حصن الدارمی ابو مدینه
اونها روایت میکنن که عادت صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ای بود گاهی که با هم ملاقی می شدن تا او وقت از یک دیگه جدا نمی شدن تا که این سوره را یک به دیگه تکرار نمی کردن. یعنی در اخیر مجلس با عنوان آخرین پیغام یک به دیگری سوره را تلاوت می کردن و باز مرخص می شدن. بخاطر ای که این سوره مبارکه بسیار به وضاحت راه نجات ذکر شده و انسان خدای دنیا نجات میخواه که به اون نجات حاصل شود، خلاصی از مشکلات، از فتنه ها، از مصائب در دنیا و در آخرت. این سوره مبارکه و فرمول را با ما و شما به این انسان ها پیشکش فرموده. اگر این فرمول را انسان عملی بکنه من حیث فرد و من حیث اجتماع، او انسان از خسران و از زیان و از ناکامی و از تکالیف و از مشکلات در امان است. و انسان خوامی میخواه انسان کل جد و جهدش به تمامی تفصیلات نمی است که انسان از زیان و از خسران نجات پیدا کنه. و این سوره مبارکه این فرمول را به ما و شما ارشاد فرموده. چنانچه 4 خصوصیات در این سوره ذکر شده که 2 ویژگی یا 2 صفت آن به فرد راجع هست، به فرد، و 2 صفت آن به اجتماع راجع هست. اگر این 4 صفت در افراد و در جامعه باشه، او انسان و او جوامع و امتها و اقوام و کشورها و فامیلها از خسران در نجات است. برای فرد 2 صفت و 2 ویژگی که ذکر شده، یکی که فکر و عقیده او سالم باشه. صفت دومی ذکر شده که باید زندگی او فرد عبارت از صالحات باشه. هر عملی را که انجام میدهد او باید در تعریف صالحات باشه، عمل صالح باشه. و برای جامعه هم 2 صفت ذکر شده، یکی که وقتی که از امی قسم انسانای مؤمن و انسانایی که اعمال صالحه را انجام میدهند، از این قسم انسانا وقتی که جامعه تشکیل شد، اینها باز مکلفیت ایرا داره که یک دیگر را به امی حق که من حیث افراد فهمیدن که ایمان است و عمل صالح است، یک به دیگر توصیه بکنه به این حق که به امی مسلسل یاد دهانی، تذکیر و یک به دیگر توصیه و سفارش صبر بکنه که به امی روش ماندن کار آسان نیست. همت میخواهد، حوصله میخواهد، صبر و تحمل میخواهد. فلهذا ضرورت است که در جامعه افراد یک دیگر را به حوصله مندی، به ثبات، به استقامت، به صبر تلقین و توصیه کنه. واقعا این سوره مختصر لیکن بسیار جامع است. یکی از علما ذکر کرده، غالبا امام رازی صاحب است، اونا یک قصه ذکر کردن از کسی که ما تفسیری سوره را از یک یخفروش فهمیدیم. در بازار بسیار مردم هر کس هر چیز را آورده بود برای فروش، لیکن یک کسی بود که یخ را می فروخت و او صدا می داد که ای مردم به آن کس رحم بکنین که سرمایش در حالت ذوبان هست، ذوب میشه. اگر شما از او خریدین خو ارزش داره، لیکن کسی اگر او نخرید کچالو پیس خو میمانه، لیکن یخ چی میشه؟ او میشه. امی قسم ما و شما انسان ها هستیم.
اگر امی وقت که ای سوره آغاز ای سوره با امی وقت با امی عصر سوگند یاد شده، قسم یاد شده، اگر انسان ایرا مثمر و نافع و مفید توانست که مفید بگردانه پس او به او مفید است، وگرنه او آو میشه. دیروز یک شنبه بود، یک شنبه تیر شد پس نمیگرده. یک شنبه دیروز یک شنبه دیگه می آید لیکن دیروز نمیگرده. و امروز دوشنبه هستی از دست ما. اگر کسی دایی خیر را انجام داد اوم از اون تیر شد، به اون سپری شد، و کسی اگر شر را انجام داد سر او هم ای سپری شد. به هر حال عزیزان گرامی این سوره مبارکه بسیار زیاد با ارزش است، به لحاظا من بعد ما و شما ایرا که در نمازها میخوانیم اختصار ایرا دیدن نخوانیم که بسیار مختصرش زود زود فارغ میشیم نسبت به سوره فجر، نسبت به سوره ملک، نسبت به سوره الحاقه زود زود نه، مضمون ایرا فهمیده باز بخوانه، تمام دین را برای انسان مستحضر میکنه به شکل مختصر و تمام او راه ها را به انسان به اصطلاح یادآور میشه. سوره مبارک که او سبب خلاصی و نجات و کامیابی او است. والعصر و را ما شما چی ترجمه کرده بودیم؟ و لیکن امروز یک معنی دیگه و را هم یاد میگیریم. و وقتی که در آغاز سوره ها عموما می آید او به معنی قسم می آید. مثلا والشمس واللیل والفجر والضحى والتین والسماء، امی قسم. اینجا به اساس امی فرمول و را ما شما ترجمه میکنیم سوگند است، قسم هست، قسم است، قسم است. العصر دو معنی داره. یک امی وقت عصر که ما شما دو قرار داریم و نماز عصر را خواندیم و مفسرین می فرمایند که در این آیه کریمه حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى هي صلاة العصر. این نماز عصر است و بسیار مهم است، به اساس اهمیتی او اینجا قسم یاد شده. لیکن اغلب مفسرین ایرا می فرمایا که معنای عصر اینجا عام است، زمانه، قسم به زمانه، وقت. زمانه را ما و شما می فهمیم که یا زمانه گذشته هست، یا زمانه موجوده است، یا زمانه آینده است. این تمام زمانه ها را یہ العصر شامل است. و به این زمانه وقتی که قسم یاد شده با یاد داشته باشین او کلمه و او لفظی که به او قسم یاد شده جمله بعدی که از او میآید از لحاظ معنا و از لحاظ مفهوم به او ارتباط داره، به او ربط داره. مثلا ای ربطی قسم به زمانه ای است که ای زمانه گذشته و ای زمانه حال و از آینده خو ما شما هنوز خبر نداریم، به ای گواه و شاهد است. موضوع بعدی که می آید که انسان در زیان و در خسران هست. فهمید؟ ای به ای ربط داره. والعصر. عزیزان گرامی ما و شما زمانه یا تاریخ و شهادت تاریخی وقتی که ما در بعض موضوعات به خاطر استدلال و به خاطر اثبات یک موضوع به تاریخ می پردازیم، تاریخ را می خوانیم
و از او شواهد میکشیم به بعضی از امور. یک نقطه اونجا هست که ما در مورد تاریخ 100% باور کردن نمیتوانیم، خصوصا تواریخی که پیش از اسلام گذشته، زیرا که رواج نوشتاری به این شکل بود خو لیکن بسیار کم بود. بسیار کم تاریخا در قید قلم آمده و او هم که آمده از طرقی که روایت شده او 100% قابل اعتماد نیست. احتمال صدقم داره و احتمال کذب هم داره. اگر از بسیار زیاد حسن ظن کار بگیریم 50% است. لیکن باید داشته باشین تاریخی را که قرآن ذکر کرده و 100% واقعیت است، دو یک ذره هم شک و شبهه نیست. فلهذا از آدم علیه السلام تا خاتم علیه السلام تاریخی که قرآن ذکر کرده از انبیاء، از اقوام، از امتها، سرگذشتی که بیان کرده و بالکل درست و صحیح است. درست است که قرآن عظیم الشان از ابتدای خلقت تاریخچه او را ذکر کرده. هنوز که انسان پیدا نشده بود تاریخی او را ذکر کرده که به او انسان دسترسی نداره. اگر قرآن و تواریخ را ذکر نمی فرمود به هیچ وسیله ممکن نبود که ما به او دست بیابیم و او را در دسترس خود داشته باشیم. فهمیدین؟ به این خاطر ما و شما میبینیم که قرآن عظیم الشان تواریخی که ذکر کرده و عصر است، زمانه گذشته هست. از خلقت آدم علیه السلام که ذکر کرده و چه قسم پیدا شده و مسجود ملائکه قرار گرفته و به او الله رب العالمین یک مکلفیت داده که انی جاعل فی الارض خلیفه، من حیث سفیر. طبعا خلیفه را بعضی مردم نادرست معنا میکنه، معنا میکنه جانشین، جای نشین. از الله رب العالمین کسی جانشین شده نمیتن. خلیفه به معنای نماینده هست. به معنای چی هست؟ به معنای سفیر هست. به معنای چی هست؟ سفیر. نماینده و سفیر امو کار را میکنه که به او سپرده شده است. او از خود دو به اصطلاح چی اضافه و کمی را نداره. ما شما سفرا داریم در کشورهای مختلف. سفیر ما در کشور بنگال مثلا بنگلادش از طرف خود تصرف کرده نمیتونه. چیزی که امارت اسلامی ما با او دستور میت امو کارا میکنه. امی قسم سفرا هست. از او وقت بعد از او قصه نوح علیه السلام و کشمکشی که شده بین او و بین قومش و برز نتیجه چی شد؟ بالاخره بر یک روز دو روز نه، بعد از 950 سال و الله رب العالمین گفت که انی مغلوب فانتصر. آلی دیگه ما کاملا یعنی مغلوب شدیم. آلی و نصرتی تو با مداخله تو ضرورت است یا الله. باز قرآن کریم به بسیار مختصر یک تاریخ بسیار خطرناک را ذکر میکنه و بعد از این چیز و بعد از این دعا فورا پذیرفته میشه و ففتحنا ابواب السماء ففتحنا عليهم ففتحنا ابواب السماء بماء من منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء بالا وباين فالتقى الماء على امر وحملناه. هذا نوح عليه السلام على ذات الواح ودسر. یہ بسیار باختصار لیکن شما التفصیل را
او طوفان را در ذهنتان بیارین که بالکل زمینگیر بود. او الواح را در ذهنتان بیارین او که جرمش و تاریخ است نه، و بعض هلاکت و تباهی اونا را در ذهن بیارین. ای شهادت صدق است، ای گواهی راستین است. فهمیدین؟ برادر عزیز محترم، ما عرض می کردم که قرآن عظیم الشان در این سوره مبارکه قسم یاد کرده به زبانه که این زمانه شاهد و گواه است که تمام انسانیت، جنس انسانیت در خسران است. از اینجا ما و شما دو نقطه را باید من حیث درس بگیریم. یکی که زمانه یک چیزی با ارزش است، بلکه اساسی ترین قضیه و ارزش ترین چیزی که با ارزش ترین است پیش انسان و زمانه است و عمر است. به امی خاطر ما این مقوله انگلیس ها را قبول نداریم که اونا میگوین که time is gold. گولد خو پیدا میشه، هر قدر که قیمتم شوه، اگر 2000 دلار مثلا گرم باشه باز هم پیدا میشه. الوقت هو الحیات، الوقت هو الحیات. این وقت زندگی هست و زندگی بیش بها نیست، بی بها هست. چیزای بیش بها در دنیا پیدا میشه، لیکن چیزایی که اصلا او با پول انسان او را پیدا کرده نمیتانه. به این خاطر پیش مسلمان وقت ای زندگی هست، فلهذا جائز نیست که او را ضایع کنه، او را در لغویات، در عبثیات، در کارهای بیهوده، در کارهایی که نه در دنیا به او فایده داره و نه در آخرت به او مصرف کنه. این مقوله را ما سخت بد میبینیم که جوانا یا کلانا یک به دیگه بگوین که بیک کمی ساعت تیری کنیم، بین که ساعت تیری کنیم. ساعت تیری شما نمیکنین، شما را ساعت تیر میکنه، از یک ساعت به دیگه ساعت پاس میکنه و از دیگه ساعت به دیگه ساعت. شما ساعت تیری نمیکنی. و بس خاصتا او جوانایی که او قسمی ساعت تیری میکنه که در او کارهای اخلاق سوز، کارهایی که یعنی تربیت یک مسلمان را تهدید میکنه. متاسفانه او بازی هایی که او میگه بیک گیم بکنیم، گیم خوب میکنه که او کارتون که او طرف میره، تو فقط سیل میکنی، گیم میکنی. پس این مصیبت برآمده برای مسلمان نمیزیبه که وقت خود را ضایع کنه. با یک سبحان الله گفتن در جنت یک درخت را به خود غرس کرده میتانه. و چرا این وقت را به انسان ضایع کنه؟ فلهذا یک عالم نوشته کرده که سوره والعصر میگه که ما این مفاهیم را از صحنه امتحان بسیار به شکل خوب و بهتر یاد گرفته میتوانیم. فرض کنیم که صنف است و معلم صاحب به ما و شما چی داده؟ پرچه داده و وقتم تعیین کرده که 1 ساعت است یا 1.5 ساعت است. و بعضی از همی شاگرده و محصلین بجایی که سوالات را ببینه حل کنه، چی را حساب میکنه؟ گروپا را 1 2 3 از او طرف که خلاص شد باز از او طرف شروع میکنه، از گروپا که خلاص شد باز پکا را حساب میکنه، از او که خلاص شد باز چی را حساب میکنه؟ چوکیا را. و میبینی که استاد میایه و میگویه که time is finish، پرچه بتن. فهمیدی؟ او محصلی که فقط ای کار کرده، ناکامی او چی هست؟ 100% است، ناکامی او حتمی هست. لیکن او محصلی که هر لحظه خود را به بسیار تمرکز و بسیار به اهتمام پرچه را حل میکنه، طبیعی سو کامیاب میشه. امی قسم است. در دنیا ما پیش هر یک ما و شما پرچه هست و این پرچه را هر این ناخوانه و بسوادم پرچه نوشته میکنه هر روز. فهمیدی؟ و این پرچه امی قسم است که آسان است و مشکل است. آسانیش به این است که
هم سوالات معلوم است هم جوابات معلوم است. فرموله های فیزیک نیست که و چی نیست که او را حفظ بکنی و چی کیمیا نیست که بسیاری کل عناصر و ترکیبایش چی کنی و نه، سوالات معلوم است و جوابات یوم بسیار با وضاحت گفته شده. بعض انسانا جوابات سوالات را نوشته میکنه توسط عمل و بعض سرچپه کارای سرچپه میکنه و جواب خود نوشته نمیکنه و چیزی که منع شده کل هم و غمش دامیست که او کارا را بکنه. به چیزی که امر شده او را دستم نمیزنه. فهمیدی؟ این کارای مولاها است. مرا به نماز چی، مرا به قرآن کریم چی، مرا به فلان چی، همینطور هم است. فلهذا عزیزان گرامی این موضوعی او موضوع دوم که ما به خاطر تغییر خود، به خاطر تغییر در جامعه، به خاطر تغییر مثبت در امت ما ناگزیر هستیم که ما از تاریخ استفاده بکنیم، تاریخ را بخوانیم و تاریخ پیش روی ما باشه و سنن کونی و سنت هایی که الله رب العالمین در این دنیا او را نافذ کرده اینطور نگویم که ما زیر سنت ها و قواعد نیستیم. هر کس است اینجا قرابت نداره به الله رب العالمین. کسی راه و روش واضح هست، هر کس که به او راه میره راه جنت را که گرفت او به جنت میرسه. کسی که او راه را ترک کنه او به جنت نمیرسه. راه روش واضح هست. کسی مانند یهودی تصور نکنه که ولا ما خو اخونزاده هستیم، ما خو چیزی نیستیم که و مکلانه ما عالم بودن. ما سب دامن گرفته هستیم، دامن نگرفتیم ما را به زور کش کرده میبره به جنت. او گپا نیست. این تصور یهودیت است. اونا چی میگفتن؟ وقالوا لن يدخل الجنة. یهود و نصارا اردویشان با می تصور بودن که اصلا جنت به ما جور شده. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. تعالی فرموده به شما کدام کسی به شما کدام تعهد داده؟ قل اتخذتم عند الله عهدا. و باز میگفتن که اول خو به جنت به ما جور شده، با آتش نمیریم مگر رفتیم هم بر یک چند روز است. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. و امیر می گفتن که ما خو خیر است چی هستیم؟ خو نیاکان ما پیغمبرا بودن. او پیغمبر بود، تو چی هستی؟ در بعضی ما مغزی بعضی اینجا که خراب است میگم ما 5000 سال تاریخ داریم. تو چی تاریخ داری؟ تو از خود گپ بزن، خودت چی هستی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرموده من بطأ به عمله لم یسرع به نسبه. کسی که عملی او را مؤخر کرد حسب و نسب و قرابتی به درد نمیخوره. وگرنه کاکاهای رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا به جهنم میره؟ به جنت برو. از کاکا که در رشته دیگه چی دست است؟ فهمیدی؟ این موضوع هست عزیزان گرامی. و در این ما شما از تاریخ استفاده کنیم و خاصتا اون تاریخی که قرآن کریم ذکر کرده. بالکل در آخرین لحظاتم جناب نوح علیه السلام به اون پسرش گفت، به اون بدبخت یا بنیر کم معنا. این جبه ده کشتی سوار شو غرق میشی. او چی گفت؟ قال سآوی الى جبل یعصمنی من الماء. این آب خورد از ما بالا میشیم و در زمین آب مرا امی کوه نجات میده. او فرمود قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم. امی گفتگو روان بود، امی مکالمه بین پسر و پدر. بس چی شد؟ وحال بینهم الموج. موج حائل شد، پدر او طرف دا کشتی ماند و بچه چی شد؟
فکان من المغرقین، غرق شد. از پسر دم رشته دیگه است که کسی بگوید که امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما، اور دویشان خیانت کردن به دو پیامبر بزرگوار، فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. فهمیدین؟ یہ تاریخ را کی بیان کرده؟ این اگر کسی دیگه میگفت این خب بسیار ممکن صدها هزار سال چی باشه، چون که این پیش بینی میکنه این مورخین و اهل آثار قدیمه که از انسانیت این قدر سال شد. خوی را خما و شما میفهمیم که جناب نوح علیه السلام آدم ثانی هست، به این معنی که انسانیت موجود از امو منتشر شده، بخاطر که فقط دمو کشتی که کسی مانده بود، امو مانده بود بروی زمین. فهمیدین؟ دیگه هیچ کس نمانده بود و کل انسانیت چی شده؟ غرق شده. این قرآن بیان کرده ذریت من حملنا مع نوح. فهمیدین؟ این تاریخ است و امی یک تاریخ نیست، فلهذا ما باید بخاطر پلان استراتژیک برای فرد و برای جامعه، برای امت این تاریخ را از نظر نندازیم. اشتباه میریم. کسی که کار کرده تا یک جای رفته و چپه شده. فهمیدین؟ این موضوع دیگه. خو قسم شد. مقسم علیه چی است جمله؟ و شما میفهمیم که به امر به موضوعی که قسم یاد میشه معنای قسم تأکید است. اگر الله رب العالمین به یک چیزی قسم یاد میکنه، شما بس این موضوع رو بس بفهمیم که چقدر مؤکد هست، چقدر حتمی هست و کدام جمله است. مقسم علیه ان الانسان لفی خسر. این زمانه، این تاریخ گذشته به این گواه است که جنس انسانیت، تمام انسانها در خساره است و در زیان است. یو کدام فیلسوف نفرموده، الله رب العالمین فرموده. این را ترجمه کنین بیشک، بیگمان، بتحقیق. ما شما را جمله گرفته بودیم ان الله مع الصابرین. الانسان، انسان فقط یک انسان نی، جنس انسان، بنی نوع انسان، یعنی به هر آن کسی که انسان اطلاق میشه. این کل انسان لفی خسر. لا که هست یک معنی اینجا، این مثل در وسط چی که می آیا، در وسط یعنی که او زمیمه زمیر نباشه، مثل که ما و شما لهو گفتم، نه، او لدیگه هست. این لا معنی قطعیت را میده. البته، قطعا فی را خو خواندم ترجمه کنیم. در خسر، در خساره هست، در زیان است، در نقصان است. الله رب العالمین قسم یاد میکنه که جنس انسانه، کل انسانیت در خساره هست. شما باز ببینین این تاکیدات را ببینین. یک تاکید قسم والعصر، دوم تاکید این با تاکید می یعنی بیشک، بیگمان که در این مورد هیچ نوع شک و شبهه و تردد نیست. بس شما تاکید دیگر عموم را ببینید که الانسان، جنس انسانیت. اگر یک نفر، دو نفر، یک قوم، دو قوم، یک 100,000 نفر در خسران می بودی، بس موضوع کم بود نسبت به تمام انسانیت. جنس این بس تاکید لا را ببینین. لا، ایتر نگفته که ان الانسان فی
فی خسر، لا، خامخا قطعا ای در خساره هست. عزیزان گرامی، این آیه را که ما شما میخوانیم، امی آیه یعنی انسان باید از خوف امیطور او را باید لرزه بگیره، از خوف، از خطورت امر، از خطرناک بودن انجام. وقتی که الله رب العالمین فرموده که انسان در خساره هست، کدام چانس دیگه است؟ ان الانسان لفی خسر. فلهذا ما میگویم که امی جمله خواندن ان الانسان لفی خسر برای انسانای خواب برده، برای انسانای غافل، برای انسانای بیبندوبار، برای استیقاظ و بیداریشان کفایت میکرد که الله رب العالمین به این تاکیدات میفرماید که انسان که میشون ور خطا میشد که ما در خساره هستیم، پدر امام است، اولادای امام است، خانم امام است، کاکا و ماما امام است، این خو بسیار خطرناک است و ایرم کدام کسی پیش بینی نکرده، الله رب العالمین فرموده. پس عزیزان گرامی، بعد از این تاکیدات باید ما و شما بیدار شویم. کسی که تابالی در غفلت بود و باید بیدار شویم. بعد از شنیدن آیت فوراً در جستجوی نجات شویم و از دل ما دعا برای که یا الله راه نجات را به ما نصیب فرما، که ما که در خساره هستیم خوب هلاک شدیم. اگر آیت تا به امین جمعی بود و باز آیت ختم می شد، شاید بسیاری انسانا سکته می کردن. فهمیدین؟ که به این تاکید الله رب العالمین می فرماید که جنس انسانا یک کس هم از اینا نجات یافته نیست، لیکن الحمدلله که یک استثناء موجود است. امی استثناء ما شما را زندگی دوباره بخشیده. نترسین، یک چانس است، الا الذین آمنوا. عزیزان گرامی، یہ کہ اللہ رب العالمین فرموده که جنس انسانا بنی نوع انسان در خساره هست. ما پیشم گفتیم که این راسترین تاریخ انسانیت هست. به امی خاطر او اقوامی که بظاهر بسیار با قوت بودن، بسیار بصلابت بودن، بسیار کلان و قوی الهیکل بودن، چی شدن؟ قرآن کریم می فرماید اینطور افتیده بودن کأنهم اعجاز نخل فهل ترى لهم من باقیه. کسی از اونا مانده؟ کسی به شما نظر می آید؟ او که در کوها چرا می تراشیدن به او قوت و به او صلابت، به او هندسه و انجینری و تخنیکی که اونا یاد داشتن و عالم است، یعنی تاریخ او را محفوظ کرده. از سمودی ها و از عادی ها تاریخ آثارش باقی است. فهمیدین؟ پس تاریخ به گواه است که تمامی و انسانا، تمامی و اقوام به او قوتی که می گفتن که هیچ کس اشد منا قوه موجود نیست، از ما در قوت کسی بیشتر نیست، اونا تباه و برباد شدن. درست است که بسیار با قرون متمادی مقابله کردن، چی کردن، لیکن فیصله که آمد چی شدن؟ نیست و نابود شدن و هلاک شدن در دنیا. و قرآن کریم که فرموده که والعاقبة للمتقین، فاصبر ان العاقبة للمتقین. بالآخر معاقبت در دنیا هم انجام آخری ای از آن متقین بود، از آن اولیاء الله بود، از آن انبیاء عظام علیهم الصلاة والسلام بود و اقوام تباه و برباد شدن. و بعضی تباهی ها خو قسم شده
که انسان فی الحالم او را در تعجب انداخته. فجعلنا عالیها سافلها، یعنی که شما مکمل یک شهر را تصور کنین. ممکن یک چم یک چی خوب انسان بالا میکنه با وسائل و او را تا کجای بالا میبره و حصه بالای پایین و پایینش بالا میشه و از اونجا انداخته میشه. این تصور کنین، یعنی کمی تصور بکنین این هلاکت کی شد. با امو سنگ بارانه که مسومتن بالکل نشان زده و مثل که نام هر فرد به او نوشته هست. فلهذا عزیزان گرامی، انسان خبر صدق انبیا را که قبول نکردن، مال و داراییشان و وسائل و امکاناتشان و پادشاهیشان هیچ چیز از اونا دفع کرده نتوانستن. فلهذا از این جهت باید ما و شما کوشش بکنیم و متوجه باشیم که از این راه و از این مسیر به کدام راه دیگه نرویم. و راهی که انبیا علیهم السلام ترسیم کردن و در آخر تمام انبیا سید انبیا صلی الله علیه و سلم تشریف آورد و با مکمل ترین شکل این برنامه زندگی را به ما و شما پیشکش فرمودن، عملا ای را نافذ کردن. ای را ببینیم با کدام رای دیگه خوروان نیستیم که ما بعدا به او انجام دوچار نشویم. ترجمه کنین و اینجا معنی و نیست. العصر ان الانسان لا قطعا یقینا فی خسر، در خسران هستند. الحمدلله که استثناء موجود است. فهمیدین وقتی که انسان بسیار میتور ور خطا میشه فورا یک چی نجات را پیدا میکنه بسیار خوش میشه. الحمدلله. الا چی معنی؟ مگر. ما شما در الا الله لا اله الا الله ایره خوانده بودیم. الذین ایرم خوانده بودیم. صراط الذین یادش بخیر وقت خوانده بودیم. یاد داره؟ ماشاءالله ماشاءالله. نه کسی که به مدل چسبی یاد میگه و یادش میمانه. آمنو آمنه آمنو چی معنی آمن؟ ایمان آوردید آوردن آوردن آوردی آوردید آوردم آوردیم. فهمیدی؟ این همی قسم است. این آوردن است، ایمان آوردن. و عملو ای آمنو بسیار در قرآن آمده، از 2.5 بار بیشتر ای آمده. و عملو اشاره کنیم به عملو. آفرین. و اگری چی باشه؟ ای از باب سمعه است. عمله ای چی است؟ ای چی است؟ عملنا و اعملو اسجی سب کمی و مضارع هستی ماضی ہے. عملو بس شما بسیار با دقت ترجمه کرده میتونید که آنها ایمان آورد جمع. و عملو و عمل انجام دادن الصالحات. از الصالحات ترجمه را ازی بفهمیم که ببینیم که الله رب العالمین چی نوع اعمال را دوست داره. اعمال نیک یا بد؟ نیک. خوب است صالحات خو نیک شد دیگه. انجام دادن الصالحات را یعنی نیکی ها را. الصالحات صالحون جمعش چی است؟ و صالحا و صالحین صالحین. صالحتون جمعش چی است؟ صالحات. شما قاعده را فهمده بودید به اضافه الف لام. و صالحتین
صالحات صالحة صالحات يعني جمع صالحة الصالحات أس وجمع صالحة وصالحة الصالحات أس فهمت؟ مثل كي دو ياون وشيون بودي فقط زبر وزير تفاوت دار. أعزائي الكرام بعد شنیدن آیات اب امو برنامه پنجنکاتی که اولش چی هست؟ تصور، دوم، سوم، چهارم، پنجم رساندن. یعنی په شنیدن آیات باید ما و شما تصور کنیم که ما مخاطب هستیم. این طور نه که بگوییم که اولای بسنگا و بدیوارا و با می کوهای قرآن، نه ما مخاطب هستیم. این تصور و احساس که انسان نکنه انسان بیدار نمیشه. زمین جنبت نه جنبت گل محمد. فهمیدی؟ بعضی مردم همی قسم گل محمد است. دنیا هر طرف که میره بس ومو گل محمد است. زویش تغییر نمی آید. انسان مؤمن انسان با احساس است. در مقابل آیات قرآنی تفاعل میکنه. ما مخاطب هستیم که انسان در خساره هست. فهمیدی؟ بعد از فورا دعا بکنه که یا الله که در خساره هستیم بما توفیق عطا فرما که با امو ویژگی هایی که بیان شده او را از آن خود کنیم و از خساره نجات پیدا کنیم. بعد از او خود را محاسبه کنه. آیا ایمان ناجی هست؟ او ایمانی که بعض انسانا را تا مسجد برده نمیتانه. تا مسجد به جنت چطور او را برده میتانه؟ تا مسجد برده نمیتانه. او ایمانی که فقط یعنی یک چند تنگا اونجا انسان ضبط نفس نداره و اونجا میگوید که اینجا ما حد داریم مرتکب حرام نمیشیم. او ایمان به از انسان چطور توقع داره که ولا او را چی ببره؟ بر رضوان الله او را نائل بگردانه. پس این محاسبه انسان باید بکنه که ایمان به الله رب العالمین در چی وضعیت است؟ به ملائکه، به روز آخرت، ایمان به کتب و آخرین کتاب در چی حال است؟ این خود را انسان چی بکنه؟ محاسبه بکنه. این طور نیست که ولا کدام مناسب شما را بگوید که چی. خود انسان بل الانسان علی نفسه بصیره. و ده این معنی نیست که یک کس بگوید که تو مؤمن هستی و میگه نه نیستی، مثل که جنگا روانه. و یکیش میگوید که ما لا اله الا الله را میگه نه تو را قبول نداریم، تو نیستی. این فایده نداره. از این ملا جنگی ها دیگه تیر شوین. این خود انسان ببینه که ایمان ما در کدام حالت است. بعد از او پلان بری که این ضعف که در ایمان هست به چی علت است؟ آیا این قدر دنیا پرست شدیم ما که آخرت از یاد ما رفته؟ این قدر انسان پرست و شخصیت پرست شدیم که اوامر او را خب به دقت می سنجیم، اوامر الله از یاد ما رفته؟ این قدر سمت پرست و قوم پرست شدیم که کل ارزشها را از یاد میبریم و فقط چند چیزا را یک قوم خرد و ریزه خود را در نظر داریم. این انسان ببینه که چی عایق است. فهمیدی؟ این طور نمیشه که کسی دیگه برش نوشته کنه، خودش. فهمیدی؟ بعد از او د انسان تغییر می آید و او ایمان انسان حاصل میکنه که او مطلوب هست. او ایمانی که صحابه کرام داشتن. او ایمان یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. این شرط ایمان بود. اهل ایمان اگر شما ایمان دارین به الله رب العالمین و به پیغمبر به اوامر او استجابت بکنین. در قصه می آیا که یک بار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه ارشاد می فرمود به منبر و آنن از زبان مبارکش بار آمدن که هر کس که هر جای است اونجا بشینه. یک شخص این قسم هم ششت که یک پایش بیرون از دروازه بود و یک داخل، اونجا شید.
او این استجابت ای را میگوید و در ذهنش آمد مبادا اگر من قدم را او طرف بگذارم ای در مخالفت پیغمبر نبیاید. این استجابت بود. ولی مردم علی الاعلان احکام را نقض میکنه، با او بهانه جویی میکنه، با او مخارج را پیدا میکنه. ایمانی بود. ایمان خو ایمان بود که حضرت بلال رضی الله عنه به نمایش گذاشته. به خطرناک ترین وضعیت کسی برش گفت که احد چرا میگویی؟ خو یک چیزی میگه ما میفهمم که امی اینا را بسیار جور میتا، ما وقتی که به این خاطری کار میکنم. و در چی قسم حالت شما ببینید. ایمان خو حضرت صہیب رضی الله عنه به نمایش گذاشت. این مشرکین برش گفت که اینجا فقیر آمده بودی، از کجا تجارت کردی در این مرکز در این مکه و آل فقط دور است، یا زمین مال و سرمایه تیر شو و یا برو، یا هیچ اجازه نیست. او گفت که اینجا سوال ایمان است، این سرمایه هیچ معنا نداره، این سرمایه شما باشه، لیکن ما میریم هجرت میکنیم به خاطر که این مرز بین ایمان و بین کفر بود. والذین لم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء. و کسایی که در مکه ششته به خاطر خانواده خود و به خاطر فامیل خود و به خاطر زمین خود و به خاطر تجارت، بین شما و بین اینا هیچ نوع چی نیست، تعلق نیست، ولایت نیست، یعنی حد فاصل بود. ایمان در مدینه منوره که رسید و کل مال و دارایی را ترک کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از دور برش گفت، به وحی خبر شده بود، ربح صهیب، ربح صهیب، خوش آمدی، بسیار سودای نفع بخش انجام دادی، سود بردی. ربح صهیب، ربح صهیب. این معیار بود عزیزان گرامی. این معایر مادی که پیش ما و شما از این معیار نبود اصلا. صهیب رضی الله عنه چی نفع بردن؟ مال خود را از دست داده، لیکن نمیفهمین پیش اونا معیارها و موازین دیگری بودن. با او معیارها و موازین سود و زیان خود را اندازه میکردن. پیش ما و شما معایر دیگری هستند. خو ایمان است، نه الا الذین آمنوا. ایمان تا ایمان است. ایمان تمامی امت اگر یک جای شود به ایمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه نمیرسه. خو ایمان است، نه؟ ولی سر ایمان ضرورت است که کار بکنیم یا نکنیم. و عزیزان گرامی به شما یک بار دیگر باز به شما بگویم که ایمان واقعی از این مناقشات و از این مناظرات در میان نمی آید. فهمیدین؟ او یکیش میگوید که ایمان یزید و ینقصی، میگه که یقوی و یضعف و یک جنگی روان است. و برادر اصل حقیقت ایمان را ببین. در امی چیزایی که اصلا لا طائل است دو بحث نکو. با او ایمان در آخر عقیده خوانده میشه، در نمیفهم در چند سمستر در این پانتونا، در آخر شاگرد نمیفهمه که عقیده ایمان چی شد. و با ما خوش شاگرد همینطور میگه، ولی عقیده را 4 سمستر خواندیم خو نفهمیدیم که ایمان یعنی چی. یعنی یک روش دیگه ضرورت است. او ایمانی که انسان را ایمان متحرکه، که ایمان متحرکه و براء ابن عازب رضی الله عنه بود غالبا در حدیقه الموت در امی مناطق شام مجاهدین آمده بودن و حدیقه الموت به این خاطر به او گفته شده به مو قلعه که اصلا چندین روز محاصره بود و آنقدر قوی بود که چی نمیشد، فتح نمیشد. و او گفت که شما کار بکنین که ما را با اموچی بالا کنین و در داخلی چی بندازین. 20,000 نفر مسلح با تیرها
و او میگه که انداختین ما دروازه را باز میکنیم. شما تصور کنین که چه قسم ایمان است. ایمان خویی است که نقش داشته باشه. و در این عصر حاضر این برادر و خواهرای ما در غزه ای را به اثبات رسند. او چوکی که شهید باذن الله یحیی سنوار ششته بود اصلا قائد او هست، اصلا رهبر او از همونجا در اخیرم به عصای خود به مردم درس داد که این عصا به این معنی است که به باطل تسلیم نشویم. ایمان خوی است عزیزان گرامی. این که انسان در الفاظ می پیچه و بعد از الفاظ تاپی سنگین جور میکنه و یکیش به یک میزنه و دیگه به دیگه از این چیزی به دست می آید. و امت خوب همی تقسیم شد. و ما دیروز این قاعده به شما گفتیم انشاءالله که واضح شده باشه. عزیزان گرامی، عمل صالح صحابه کرام به امی منافسه داشتن که یک از دیگر پیشی بگیره. رسول الله صلی الله علیه و سلم گاه به گاه اونا را تجربه می فرمود و می دید گراف اونا را. می فرمود که امروز کی به جنازه رفته، امروز کی صدقه داده. میگه یک مجلس یک روز در هر یکش ابوبکر صدیق رضی الله عنه چی بالا میکرده، عیادت مریض را کی کرده، به خدمت ضعیف کی رسیده و چی کرده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که ایره فرمود که بعضی از خوش قسمت ها در این انسان هست که 8 دروازه جنت پیش او باز میشه. در هر عمل اول نمره هست، فقط نمره کامیابی را نگرفته، با امو اعلی ترین معیار نمره گرفته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه می فرماید که یا رسول الله این 8 دروازه که هست، کسی رسول الله صلی الله علیه و ذکر 8 دروازه جنت را کرد که کسی است که دامی 8 دروازه وارد بهشت شو و به هر دروازه به او استقبال شو. رسول الله صلی الله علیه و فرمود نعم و ارجو ان تكون منهم. بله بعضی مردم است و ما امید داریم که ابوبکر تو از امو مردم هستی. یعنی به اکتفا نمیکنه که با یک دروازه مو به بهشت بره. این را میگوی اول نمرگی. فهمیدین؟ و وقتی که در غزوه تبوک رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردن چی آوردی چه آورد، عمر رضی الله عنه او وقت بسیار امیتر حماس آمده بود که امروز رو پیشی میگیریم، توکل به خدا هرچی که شد کل خانه رفتر چیز را نیم میکنه، ای از غزوه تبوکی بری خانه، ای بفلا نیم هر چیز نیم. نوبت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که آمد کل هست دست خدا دا چی آورده بود. دا خانه چی ماندی ابوبکر؟ الله و رسوله. ای عمل صالح و ای ایمان است. ای پیمانه های دیگری هست که بس ایمان با او چی میشه؟ الا الذین آمنوا. ایمان خو است لیکن ایمان بعضی مردم تخدیر میشه، بالای او گرد و غبار میفته، او را زنگ میگیره. چی میگیره؟ کار مسلمان است که را تجدید کنه ایمان. صحابه یک به دیگه میگفتن رضوان الله علیهم اجمعین، یک دست یک دیگر را میگفت گرفتن تعال نجدد الایمان، تعال لنجدد الایمان، به که ایمان خود را کمی تجدید بکنیم. ما و شما خو اینجا ششتیم و مجالس کلان می باشه. آیا گاهی اینطور شده که دست یک رفیق گرفته بودیم که ایمان چطور است، وضعیت ایمان چطور است اندیوال کارای این خو زیاد میشه، تنخواه کم بالا رفته یا خیر یا موجه هستی. او پسرت که در چی بود در ترکیه که بود اونجا او طرف رسیده، یعنی قبول شده، یعنی این قبولیت را ببین، قبول شده. یعنی باز در کابل خود تبریکی میره مردم، ماشاءالله فلان اونجا قبول، بسیار جای خوب قبول شده. چی قبول شده؟ چی ختم میکنه. یعنی این معاییر است عزیزان ما،
ایمان کجاست و ما کجا هستیم؟ ولا یک دا نمره را خود داریم در شارکای مختلف و یک 15 تا در پلان است بخیر که چی بکنیم. یک دو بلند منزل خو هست خو کم است ولا چاره نمیشه. پست مردم را میکشیم یک چند تا دیگرم جور میکنیم. یعنی چی هست؟ خو امی کاره هست نه که ما و شما روزانه به روبرو هستیم و ما و شما الگو رسول الله صلی الله علیه و سلم است و او جیل قرآنی، جیل قرآنی فرید و نسل قرآنی ممتاز که در روشنی قرآن و نسل به وجود آمده بود. این چیزای خرد و ریزه را اصلا نمیشناختن. دو که ما و شما افتیدیم نمیشناختن این چیزا را. با امی خاطر یک سخنی که اونا فرمودن و بالکل مناره نور است با ما و شما. عزیزان گرامی، اعمال صالح هم امی قسم با امی برنامه 5 نکاتی ببینیم که نماز، روزه، زکات ما، همسایه ما، کارای ما چه قسم است. اعمال صالحه برابر است یا نیست؟ بسیار مردم در مشتبهات روان است زندگی. مردم سود میکنه، عملا در سود مبتلا است. مردم حق مردم را میخوره علی الاعلان. مردم همسایه خود خبر نیست که بیچاره یک شب نی، 2 شب نی، مکمل یک هفته امیطور گرسنه خواب شده. این خو چی است؟ دین خو معامله هست، تعامل هست. یہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی فرموده که او شخصی که خود شبعان است و همسایش چی هست و میگه ایمان نداره، معنی ایمان کامل نداره. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. معیار است، این معیار است عزیزان گرامی وزنی کی. خب به هر حال عزیزان گرامی، آل موضوع ای است که ایمان چطور تقویه میشه که به امون معیار برسه. این توسط قرآن کریم، توسط تعلیمات دین، توسط مذاکره زندگی انسانی الگو صحابه کرام رضوان الله علیهم، قرون فاضله در کل، شاگردای اونا و شاگردای اونها. این کجا هست در جامعه ما؟ اصلا اهتمام نیست، اصلا خواندن نیست. در قرآن کریم خوامی حال است که بارها بیان کردیم. 99% مردم ایرا نمیفهمند و میگوید که نه نفهمیدیم و نفهمیدم میتانیم و نه پدر ما میفهمید. خلاص همینطور است. در قرآن کریمی حال است، در سنت و سیرت رسول الله صلی الله علیه و او حال است. فلهذا تغییر خود همیشه میآید. فلهذا بیرو بیاریم و چی بکنیم. عزیزان گرامی، اعمال صالحه که است 2 نوع اعمال است. یک اعمال انفرادی هست، این تقوی شخصی انسان، نماز شخصی برای انسان است، روزه میگیره نمیگیره، او برای شخصی و برای جور کردن شخصیتی است. لیکن بعض اعمال اجتماعی هست، این مؤمن به اون مکلف است. این تعاون علی الخیر، میگه از یک دست صدا نمیبره. ای در خدمت مردم، دعوت الی الله، ای کل کاره چی هست؟ اجتماعی هست. در جامعه، یک جامعه انسان در امی تصویر قرآنی، در امی قرآن جامعه که تجسیم میکنه امورا چی بیاید. هر 2 اعمال انسان ایرا محاسبه کنه که به معیار مطلوب است یا نیست. و استا این تغییر خود تدریجی می آید که انسان شروع باید با، لیکن به منهج درست شروع کنه. این طور نه که حسنات دیگرها را حساب کرده بره و از خود حساب کنه. اینجا کار چی هست؟ دوربین گرفتیم این مردم را میبینیم که صاحب او چطور است، خودت چطور است یو برادر.
ما دوربین را گرفتیم قلب دیگرا را تفتیش میکنیم که اینجا در داخل ایمان است، یعنی تو به این مکلف نیستی. و بعضی ها میگوید که صاحب چطور ما حکم نکنیم؟ تو چرا مکلف هستی به حکم ایمان مردم، به ایمان مردم؟ تو به این مکلف هستی که او کار وقتی که یک جای قضا باشه، فیصله ایمان اونجا چی باشه، قضیه ارث باشه، قضیه چی باشه، او محکمه است، مفتی است، این کاری او است. کار دیگران را گرفتیم برای خود و کار خود را ایله دادیم. فهمیدی؟ به همین خاطر این بیعملی، اول بیعملی به وجود آمده و بیعملی که به وجود آمده جای بیعملی را بدعملی گرفته. این تدریج است. اول انسان بیعمل میشه، بیعمل که شد طبعا انسان باید امو خلا را چی کنه؟ پر کنه. او خلا را بدعملی گرفته. بس این مشکل پیدا شده این جامعه. ترجمه کنین استاد محترم. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. ورا ترجمه کنین. تواصوا، تواصا يتواصى. این تا که هست از مضارع نیست، خب از خود امی چی است. به این معنای مقابله است، یک دیگر را وصیت میکنه، نصیحت میکنه یک دیگر را. و تواصوا بالحق. با چی معنی؟ با حق. حق راست، هر چیزی که راست است او حق است و هر چیزی که حق است او راست است. فهمیدی؟ این حق و بیان حق در کجا هست؟ اساسی ترین منبع او کتاب الله است. خو از اینکه کسی خبر نباشه یک دیگر چطور توصیه میکنه و به دیگه چیزا توصیه میکنه، به دیگه چیزا که توصیه میکنه کار خراب است. و تواصوا در کتاب الله رب العالمین، در سیرت مطهر و سنت پاک جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم، در تعلیمات دین، در اقوال ائمه دین. این حق امین جا هست. این که انسان بفهمه بس یک دیگر به او توصیه میکنه، بس به جنگ و بس کینا و به بغض توصیه نمیکنه. مثل که در رواج است، پدر به بچهش اول مو قارب خود میگه بچه کاکایت کیس نه، این سخت به ما ظلم کرده، این را فراموش نکنی. خو ای و اولادش و اولادای اولادش دشمنی ما تلقین میشه متاسفانه در خانواده. و با یک امر اندک این دشمنی چی میشه؟ نسل در نسل. اون نسلای بعدی خبرم نداره که اصل کیس چی بوده، او خبر نداره. خب پدر محترم به این توصیه کرد، این دشمن است. یا شاید کدام درخت باشه که او زده باشه، یا کدام آب کمی او را گرفته باشه، این را باز نسلا در نسل این را چی میکنه؟ رواج میکنه. و هیچ کس خبرم نداره، می ټک او را میزنه، خبرم نیست او بیچاره. یعنی یک در 2 قرن پیش یک واقعه شده بود، ما انتقام نگرفته بودیم. و تواصوا بالحق. این را مردم حق میدانه. این گروه ما که هست نی بر حق است، ولو که بچار مذهب ناروا باشه، خو چون گروه ما هست او چی هست؟ او بر حق است، توصیه میکنه، توصیه باقاعده. این قوم ما که هست نه، این برتر است از همه. این توصیات روان است. اینجا است و تواصوا بالحق. کاش که توصیه خوشوه، کاش که در خانه های ما، در صنف ما، در اندیوالی های ما یک به دیگه چی بکنیم که اندیوال همی حق دین که است تو ما را توصیه کنم، تو را توصیه میکنم. این یک توافق درمیون. و تواصوا و یک دیگر بالصبر. بالصبر، بالصبر، بتحمل. ایزان گرامی صبر یعنی ثابت قدمی. مزاج باید دو استقلالیت باشه، دو تلون نباشه.
که یک روز یک قسم است، فردا که میبره دیگه چیز از او جور میشه. خصوصا می جوانا خو نمیفهمی که چی هستن. یک روز اکتای می فیلمای این دوها را میکنه، بس که بسیار دیده اینجام دست بنده است و اینجام است و یک قواره خود را جور کرده که انسان حیران. یک روز دیگه چیز از او جور میشه، یک روز دیگه چیز از او جور میشه. در مزاج خود و در طبیعت خود استقلالیت نداره. پشت هر چی بس میتور چی هست و هر شعار میره. فهمیدی؟ همچنان انسان با امو فکر با امی ایمان خود استوار بمانه. این صبر هست. ای دو چی که هست و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. شما میبینید که این اجتماعی هست، یک دیگره. فهمیدی؟ هم به حق توصیه و تلقین میکنه و هم به صبر، چون که در راه خیر ثابت قدم ماندن و ایره تأخیر پیمودن و خود را امیطور پرهیز کردن از نارواهای کار آسان نیست. وقتی میبینی که دلار رسی طور مثل میشه حیوان که چی میشه نیمو گیا میدوا دلار کی طور میشه مردم می طور کلک میگیری که نه خیریت خواست ور خطا نشو از منبع درست نیست. فهمیدی؟ این کار و تواصل بالصبر، ناروا حرام، این کل چیزا به چی ضرورت داره. لیکن این وصیت به این طور نمیشه، به بدخواهی نمیشه. این وصیت کارگر و وصیت کارا، وصیت و نصیحت مؤثر ایست که انسان مخلصانه ای را چی کنه. او کسی که به او نصیحت میکنه او را نشرمانه، عزت و بروی او را نریزه. فهمیدی؟ به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه و فرموده بود المؤمن مرآت المؤمن مرآت لاخیه. مرآت چی را میگوید؟ آینه. وقتی که نصیحت میکنه آینه، و با امو کسی که او را میبینه امو را میگوید. با عجیب سب نمیگوید که بیا عجیب سب تم ببین این چند خال داره اینجا. فهمیدی؟ و باز امی توصیه که کرد در دل خود او را نگاه نمیکنه. عجیب سب که او طرف رفت دیگه عکسش هم پاک شد. فهمیدی؟ و او مخلصانه به او میگوید که آلی خو اینجا پیش ماست، یعنی پیش مردم که میری باید چی باش، یعنی اونجا ابروت نریز. اگر امی قسم ناصحانه و مخلصانه توصیه باشه بازو تأثیر دار. فهمیدین؟ و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. صبر خو شما میفهمین که با انجام دادن نیکی ها، اینجا ماندن. بسیار مردم رو میبینین که در رمضان چی میشه؟ نماز گزار میشه. با مجردی که روز اولی عید بیاید خیر و خلاص هر چیز را و برادر خوب همینجا باش در رمضانی چی اون نیکی ها و ختم خیرات ها و کل چیز چی شده؟ رخصت شده. آل توسعه صبر ایست که به نیکی ها امیطور چی باش قابند باش. در مقابل معاصی یک کسی را یک روز توصیه میکنی از اونجا چی میشه؟ فردا باز به این نیاز داره که او را محکم امیطور بگیری. فهمیدی؟ یعنی با این کار دعوتگرا هست. و او روزم به شما گفتیم که این دو ویژگی دعوتگر خامخا داشته باشه: دلسوزی دکتر و صبر و تحمل دهقان. فهمیدی؟ و همچنان صبر و شکیبایی در مقابل مشکلات. ایراه ای طور نیست که مفروش با گلها است و مشکلات می آیا، تنهایی ها می آیا، فقر می آیا. گاهی اگر انسان ظالم باشه، حکومت های ظالم شکنجه میکنه. شما در این عالم عرب ببینید خیرترین انسان فی الحال در زندان های مصر 40,000 نفر بندی است. اونا او روز برش گفته که ظالمه مرا چرا بندی، مرا بگذارین که به غزه بریم. فهمیدین؟